در انبارها با توجه به بار حریق بالا در صورت عدم برنامه‌ریزی قبلی فایر پروتکشن یا حفاظت در برابر حریق، یک آتش‌سوزی کوچک تبدیل به آتش‌سوزی بزرگی میشه. یکی از پروژه‌های صنعتی شرکت آتا انرژی تامین قطعات و اجرای سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر در مجتمع انبارهای تجاری نگین توس واقع در انتهای توس 75 مشهد. این مجتمع شامل 4 بلوک یا فازه که بلوک های A، B و C اون به بهره برداری رسیده و بلوک D در حال ساخته. در بلوک B یک عدد کنترل پنل متعارف 16 زون از برند خارجی GST اجرا و راه اندازی شده. بلوک C شامل 34 سوله متوالیه که در هر سوله سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف اجرا شده و به وسیله زوم مانیتوریا، کنترل پنل متعارف و ماژول اینترفیس در 2 لوپ آدرس‌پذیر و طریق تونل انرژی به کنترل پنل مرکزی متصل شده و کنترل پنل مرکزی از برند خارجی GST و از مدل GST 200N و در نگهبانی ورودی مجتمع نصب شده. مدل GST 200N کنترل پنل های آدرس‌پذیر GST داره تاییدیه LPCBN و قابلیت پشتیبانی تا 242 دیوایس در هر لوپ مطابق با استاندارد EN54 رو دارن.